مامان من هیچ وقت سیر نمیشه. این حرف یکی از مراجعین چند هفته پیش منه. یکی از مراجعینم اومد پیشم، یه دختر 30 ساله بود. با یه جمله شروع کرد که هنوز توی ذهنم مونده. مامان من هیچ وقت سیر نمیشه. حس کردم پشت این جمله چقدر زخم قدیمی خوابیده. شروع کرد برام تعریف کردن. از بچگی هر کاری میکردم بازم براش کافی نبود. معدلم 20 میشد، میگفت چرا مثل دختر خالت زبان داری نیست. مسابقه هنری رو میبردم، میگفت اگه ریاضی رو هم مثل این جدی بگیری شاید یه چیزی بشی. حتی تولد 29 سالگیم به این یادآوری کرد که هنوز ازدواج نکردم. داشتم نگاهش میکردم، میدیدم چطور توی هر جمله‌اش یه کودک کوچولوی خسته نشسته. یه بچه که فقط میخواد دوست داشته بشه، بدون مقایسه، بدون توقع. بهش گفتم گاهی زخمایی که با خودمون هم میکنیم حتی وقتی بزرگ میشیم فراموش نمیشن، اما شفاشون از همینجا شروع میشه که بدونیم مشکل از کافی نبودن ما نیست، از انتظار بالای دیگرانه. اگه تو هم این حس رو داشتی همینجا برام بنویس من کافیم و این پست رو بفرست برای دوستت.